سلام خیلی خوش اومدین به اولین جلسه از دوره طراحی اسکیچ. خب بچه ها، برای شروع من اول بیام توضیحات تئوری رو بهتون بدم. برای شروع ما در طراحی انواع خط رو داریم. براتون اینجا بنویسم. در طراحی انواع خط رو داریم. چقدر بد شد. یک خط افقی، عمودی، منحنی و کاش من ننویسم براتون متقاطع. بهتون بگم چطوریه. خط افقی که افقی، عمودی، شکست، عمودی، منحنی و متقاطع. خطای بریده. در طراحی انواع خط‌ها یکیش به خط دو سر نازک میرسه. یعنی چی؟ یعنی این مداد دیگه بیارم نوکش میشکنه. یعنی اینکه خطی که ما میکشیم هم اولش و هم آخرش نازک باشه. اینطوری میکشم، ببینید هم دو سرش نازکه. خط بعدی که داریم خط یک سر نازک که یک سر صاف و خط بعدیش نازک. این کار یک سر نازک بیشتر برای مژه استفاده میشه، اما دو سر نازک بیشتر برای ابرو. یه خط هم دیگه داریم که پاره خط، اونم که مشخصه دیگه. این خط پاره خط دو سر نازکی نداره. بعد از این میرسیم به انواع سایه ها. ما دو نوع سایه داریم، یک نرم، دو خشن. نرممون چیه؟ این که خیلی نرم ما بیایم با فشار دست کم نرم سایه‌مون رو بزنیم. اما خشن چطوری؟ خشن اینطوری که خیلی زبر و خشنه. از تفاوتش رو میشه اینجا حس کرد. بعد از اون ما سایه ها کنتراست رو داریم، شارپ داریم و فید. کنتراست چیه؟ کنتراست تضاد بین تیرگی و روشنیه. چقدر بدخط نوشتم براتون. چطوریه؟ تضاد بین تیرگی و روشنی، یعنی اول تیره است بعد روشن میشه. این تضاد بینشون میگن کنتراست. ما یه سایه دیگه داریم که شارپه. چطوریه؟ یعنی هم تیزه و هم نرم. اینطوری. شارپ اینطوریه دیگه، خیلی پررنگ و تیز و زبر. فید چطوریه؟ فید هم مثل سایه نرم که من اینجا گفتم فیده. اینطوری. بعد از اون ما میرسیم به جدول تونالیته. من 10 تا خونه بکشم. اینجا که اولین خونمون میشه سایه مشکی تا آخرین خونمون که میشه سفید.
براتون بکشم. از تیره ترینش که میشه این. مشکی ترین یواش یواش روشن‌تر میشه. تا برسه به سفیدی. این میشه جدول تونالیتمون. ما یه چیز دیگه هم داریم به اسم نوار تونالیته. نوار تونالیته چطوریه؟ بذاریم براتون. نوار تونالیته اون اینطوریه که مثل همین از مشکی از تیره ترین به سفیدی میرسیم. دستمون رو میذاریم به تیره و به صورت فید میریم به سمت روشن. ببینید بچه ها مرزی بین خطمون نداریم. یعنی چی؟ یعنی همون تضاد بین تیرگی وجود نداره. ما نباید بیایم اینطوری سایه بزنیم، یعنی اول تیره باشه بعد یهو روشن باشه. یعنی تو سایه نباید تضاد بینشون وجود داشته باشه. بریم با هم اجدهی کره رو بهتون آموزش بدم. خب من میام اول با یه مداد کمرنگ یه دایره براتون میکشم. این از دایره. این دایره ما یه سایه داره، پس من یه بیسی برای سایش میکشم. من کره که در نظر گرفتم اینطوریه که از بالا بهش نور تابیده میشه. این قسمت میشه سایه تیره حجم کرمون و این قسمتمون میشه نور، یعنی قسمت روشنی کرمون. و بعد این قسمت یعنی نوری که بهش تابیده میشه قسمت هایلایتمون. این از پس ما شروع میکنم به طراحی کردن. مداد پررنگ تر میارم، دستمو میذارم از تیره ترین قسمت و شروع میکنم به طراحی سایه زدن. یعنی از تیره ترین قسمت سمت روشنی حرکت میکنم. این قسمت که اینطوری خط افتاده میام دوباره بین خط دستمو از تیره ترین قسمت شروع میکنم به سایه زدن. بچه ها چون بافت کاغذ من درشته خیلی سایه روش نمیشینه. ببینید باز میبینم من اینجا خطا دارم دیگه، پس دستمو میذارم روی تیره ترین قسمت و شروع میکنم به سایه زدن تا برسم به سمت روشنی. من هرچی به روشنی نزدیکتر میشم سایه من هم روشن‌تر میشه. ببینید
میتونید از قسمت پهنی مداد هم استفاده بکنید در قسمتایی که نمیتونید دستتون رو کنترل داشته باشید. قسمت از حجم کرمون تموم شده. میریم برای سایه زدن کرمون و دستم میزنم از تیره ترین قسمت و شروع میکنم مثل نوار تونالیته از تیره ترین به روشنی حرکت میکنم. این میشه طراحی حجم کره. خب بچه ها، اولین جلسه از طراحی اسکچ تموم شد. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودین. فایل تمرین ها رو چنل تلگرام میذارم، حتما تمرین کنین. اگر ایرادی داشتین برای من بفرستین تا قدم به قدم با آسان ترین روش طراحی رو یاد بگیریم. لایک و سابسکرایب یادتون نره.